شکایت میکنن حاجی از من 20,000 دلار قرض داره، پروا نداره. او حاجی سرخر مگر منتظر آن است که کی خدا جانش بگیره و راست دوزخ بروه؟ ای بس از برای خدا که نخواد حق مسلمان پول مسلمان بگیریم خیانت کنیم. این چی شرمندگی است؟ قرض بتند به خاطر خدا قرض حسنه و قرض دیگه برنگردونی. مسئله بسیار مسئله جدی است برادرای عزیز. ببینید صحابه پیغمبر از دنیا رفتند الله علیه و سلم است در جنگ شهید شده است. در رکاب پیغمبر برای یک شمله، برای یک پلش، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه لتشتعل علیه نارا، آن همون پلش آتش دوزخ بر ای تیز میکنه. کسایی که قرضدار هستید، کسایی که حق مردم در ذمتو هست، در همه دنیا خودتان سبکدوش کنه که وای وای به حال کسی که قرضدار از دنیا می رود. بخاری روایت میکند، همین روایت هم از بخاری است، قصه مدعم. جای دیگر از حضرت ابو هریره امام بخاری روایت کرده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما را تاکید کرد من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. هر کسی که حق از حقوق برادر زیر پا کرده است، حق از برادر گرفته است، چیزی از برادر گرفته است نگردونده است، در همه دنیا پحیلی طلب کند، مالش بر بگردونه و عذر خواهی کنه که با اون مرد از گناهش بگذره. فإنه ليس ثم دینارا ولا درهما، زیرا که در قیامت دیگه دینار و درهم نیست. اوجا دیگه با پول جان تا خریده نمیتونی، با مال جان تا خریده نمیتونی. من قبل ان یؤخذ لأخیه حسناته، در اوجا همون نماز و طاعت و عبادت هم میکشن در برادرت میتن، خودت میمونی. فإن لم یکن له حسنات اخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه. اگر بالفرض دیگه حسناتش نمون، شخصی فاسق بود، عملی بسیار نداشت، گناه های انمون رفیق طرح میکنن، در بالای ایزم میکنن، از نامه اعمال او میگیرن، در کتاب ای پریپیستش میکنن، همه انمون جزا را میبینن. از برای خدا نخوب مردی که اهل نماز باشد و حاجی باشد، ترس خدا داشته باشد، حق یک مسلمان خورده باشد و پروا نداره. طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. گمان میکنم این طاعت فقط همین خم راسیدن و سر در سجده گذاشتن است. اگر صدق نداشته باشی، اگر واقعا ترس خدا نداشته باشی، هیچ وقت اخلاص به پیشانی تعیین نمیشود. ببری مال مسلمان و چمالت ببرند، بانگ فریاد براری که مسلمانی نیست. حضرت شیخ سعدی نصیحت کرده است، یک نصیحت زی سری صدق جهان ارزد، مشنور در سخنم فایده جانی نیست. اگر سخنی من تأثیر نداشته باشد گوشش نکن، اما یک نصیحت در وقت حیات بودنت و در وقت امکان اصلاح شدنت برای تو میگن، از همین دنیا برای تو بهتر است. در مسئله حق برادر بسیار احتیاط کنه بچه. حق مسلمان کسی نباشد، خودی است، بیگانه است. اگر ادا نکردی یقین بدان که فردا روز قیامت از طاعت عبادت میکشه. چی جای پول و مال؟ کسی را غیبت کردی، کسی را بهتان زدی، کسی را تهمت کردی، در حق کسی سخنهای ناسزا گفتی، کسی را دشنام و حقارت دادی، کسی را لطوکوب کردی، دیر نشده است توبه کن هنوز و الا وای به حالت. این قصه مدعم از برای ما و شما یک درس عبرت است و پیغمبر این سخن برای آن گفت که ما و شما تعلیم بگیریم.
که حکم خدا چی است. وقتی که مدعم به شهادت رسید، بعد گراندن مدعم پیامبر صلی الله علیه و سلم قشون کسی را میگویند که پر در دست سعد ابن عباده انصاری داد. حضرت سعد ابن عباده سردار قبیله خزرج بود، از لچن تلای پیغمبر صلی الله علیه و سلم محسوب میشد. پرچم خورده اویش که از طرف راست بود، از قنات راست لشکر به دست حضرت حباب ابن منذر و پرچم جانب چپ به دست سهل ابن حنیف که از قهرمانهای جنگ احد بود تسلیم کرد و در نزد قلعه ایستاد و یهودی ها را به اسلام، به سوی خدا دعوت کرد، به صلح دعوت کرد که بچو بیای این کارو نکنی، بیای تسلیم شوید. یک نفر از بالای قلعه پایین شد و مبارز خواست از بین مسلمانو، گفت به دعوا آمده اید که مرد هسته یگون تدبیر. حضرت زبیر ابن عوام حواری رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شد، با یک ضرب شمشیر به اسفل سافلین فرستادش. یک پهلوان دیگرش ناموسکی دوید برو اومد که ایش هم حضرت زبیر ابن عوام کشت. همین وقت یک شخص دیگر برو اومد، یک پهلوان دیگر. هر کس میدان نمیبروی آخی، غیرت نداشته باشی در گوشتین پا و دست لرزه میگیره و در میدان جنگ که بکشن تو که شمشیری کشیده و شمشیری از نیام آخته قط جنگ میکنی، ترس حراس تازه و قوی ترین هستند. حضرت علی بر اومد و زبیر ایواز کرد، گفت تو برا دم بگی کارتا کردی. و حضرت علی با یک ضربه یهودی را کشت. هر بار یهودی را میکشت بسوشو نعره میزد که ای مردم بیای مسلمان شوی، تو مسلمان نشوی خدا برکتو نمیده. حضرت نه در زندگی. ابن قیم جوزیه در کتاب زاد المعاد روایت میکند که حضرت علی 11 نفر پهلوانشون کشت، دیگه یگان مردی میدان نموند. هر نفرش که میکشت باز دعوتشون میکرد که بیای مسلمان شی. حضرت واقعا در میدان جنگ هم بر یهودی ها چیره بود، در بحث مباحثه هم بر یهودی ها چیره بود. در تاریخ میخونیم حادثه های زیادی هست که بحثی بین یهودی ها و بین حضرت علی شده است، هر بار متشو میکرد در گپ به همون دلیل حجت های حتی عقلشون، هر بار اینا را مات مبهوت میکرد و مجبور به تسلیم میکرد. حضرت مولوی یک قصه آورده است، میگوید مرتضی را دید روز یک جهود، کوز تعظیم خدا آگه نبود، گفت خود را اندر افکن هین زبام، اعتماد کن به حفظ حق تمام، تا یقین گردد مرا ایمانی تو، اعتقاد خوب و با برهانی تو. یک روز یک یهودی شیطان میگه حضرت علی را دید، گفت تو به تقدیر باور داری؟ گفت بله. گفت که باور داشته باشی که همه بالای بمب را سرکی بپر. بعد در اون صورت من باوری حاصل میکنم که واقعا شما مسلمان ها به تقدیر باور داشته هستید. کویا ببرو سرکی بپر، حیله را ببینه. و ایلا گمان میکنم که تو در ایمانت میلنگی. پس امیرش گفت خاموش کن برو، تا نگردد جانت از گفتن گرو، بنده رو کی زهره باشد کس فضول، امتحان حق کند ای گیش گول. حضرت علی گفت هر دبری رود سیاه به عقل، من یک بنده عاجز خدا هستم، من حکم خدا را امتحان کنم که آیا اجل من رسیده است یا نرسیده است؟ بنده چی قوت داره، چی زهره و غیرت داره که پروردگار را امتحان کنه؟ بله اگر نصیبم بود شده باشه ها میبرم بالای بم خدمت سرکی میپردم گردنم میشکنم.
اگر شاید اجلم نرسیده باشه یگان جا میشکنه، نه که خداوند عقلم داده است که آخه او علم تقدیر خدا میدونه، من چرا خدا را امتحان کنم؟ شیخ را که پیشوا و رهبر است گر مرید امتحان کرد او خر است. همین یک استاد را که مخلوق است، اگر همین شاگرد سوالا را به خاطر امتحان استادش بوده، او شاگرد خر است، او عقل فراست نداره، هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. بنده چه حق داره که خدا را امتحان میکرده است؟ گمشه گفت از پیش چشمم که او سر تا از بدن جدا میکنم، او زبان دراست میبرم. قطع حضرت علی بحث مباحثه کرده نمیتونستم. چنین وسواس دیدی زود زود، با خدا گردد درو اندر سجود. سجدگه را ترکن از آب روان، که خدا تو وارهانم زین گمان. هر وقتی که در دل دمی خیلی شک شبهه پیدا شد، میگه پیش خدا التجا کن، گریه و ناله کن که پروردگارا این وساوس شیطانی را از قلب من دور کن. آنکه فرزندان خاص آدمند، نفخه این نازلم نامیزنند. ماشین 83-81 در سری ره مونده برادر، بگی ره کشاده کن که با گبو نرسه. وقتی که دیگر یگان پهلوان شو نموند، حضرت صلی الله علیه و سلم صفای منظم مسلمانان را همجا آرام کرده بوده، از هر جانب هجوم میکردن به قلعه. از بالای قلعه هم یهودی ها آب گرم و آب جوش در نظر دارم، سنگ ها را بالای مسلمانان میریزوندن، تیر میزدن تا اینکه شام شد. اما در اخبار آمده است که هر وقتی که نماز شروع میشد، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان را قفا میبرد، یک جای نماز میخواندند و باز می اومدند به همون صفهای منظم، نماز را قضا نکردند. روز دیگر صبح بعد نماز بامداد، پیامبر صلی الله علیه و سلم باز مسلمانان را صف بست. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خداوند بزرگ بیشک دوست می‌دارد آنانی را که در راه خدا در جنگ به خاطر برداشتن کلمه خدا و دین اسلام صف می‌بندند، گویا که مثل یک دیوار باشند، دیواری راست مستحکم. خدا را خوش می آید وقتی که مسلمان ها چنین صف بگیرند. در نماز هم اگر چنین صف بگیرند خدا را خوش می آید، در جنگ هم اگر صف باشند خدا را خوش می آید. کافرها از بالا وقتی که نظام مسلمان ها را دیدن چه خیلی به ترتیب نماز می خوانند، باز به ترتیب قدم زده صف بسته به نزد قلعه اومدن. هنوز آفتاب از حد کراهیت خارج نشده بود، مقدار یک نیزه بلند نشده بود که ترسیدن، تسلیم شدن، گفتن ما به حکم شما راضی هستیم. و تمام مال و ثروت وادی القرا که واقعا بسیار ثروتمند بای بودن به دست مسلمانان تسلیم شد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با یهودی های وادی القرا همون شرطنامه ای را که با اهل خیبر و فدک بسته بود بست، با یک استثناء. در خیبر و فدک پیامبر صلی الله علیه و سلم در شرطنامه قید نکرد که زمین برای تو دائمی میتون، گفت تا زمانی که مسلمانان لازم دارند. اما در وادی القرا و در تیما که بعدا صحبت چه میکنیم، حضرت صلی الله علیه و سلم در شرطنامه همه جمله را الاستسی که اگر خیانت نکنید هرگز این زمین از شما گرفته نمی شود، فقط شما موظف هستید که به حیث خراج نصف حاصل زمین تو نبتین. چرا این کار کرد؟ زیرا که وادی القرا در حجاز نبود، در منطقه حجاز نبود. وقتی که بعد وفات ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر خلیفه می شود، حضرت یهودی های خیبر و فدک کوچاند، گفت از حجاز خارج شوید.
اما یهودی هایی که در وادی القرا و در طیبه میزیستند، از بس که این وادی القرا در شام داخل به در حجاز نه، اونا را به حال خودشان گذاشت. و مردم تیمو که باز شاید 40-50 کیلومتر دیگه از وادی القرا و طرفتر جانب شام باشند، به پیغمبر مکتوب نوشتن از پیش خود. دیگه چشمشون ترسیده بود، گفتن که همون شرط های وادی القرا را به ما هم نویسیم و قبول داریم. حضرت صلی الله علیه و سلم یکی از صحابگان خودش که کاتب هم بود، سواد نوشتن خواندن داشت، با نام خالد ابن سعید، به نزد ایشان فرستاد و از نام رسول الله با مردم تیما یک شرطنامه به امضا رسید و فتنه یهود با همین در جزیره عربستان به اتمام رسید.